خب عزیزای دلم، من این قسمت یقه اسکیمو بافتم و تا اندازه‌ای که حالا به اندازه دور سرم بود بافتم و کارم رو تموم کردم. ببینید به این سمت بعد میبافتیم دیگه، یعنی من تو این صورت 40 تا 42 تا زنجیره رو زدم و به صورت افقی همه رو بافتم رفت بالا. خب حالا گفتیم که وقتی به این صورت بافتین تموم شد، دور سرتون میگیریم به اندازه دور سرتون اگه بود دیگه بافتتون تمومه دیگه، بیشتر از اون اگه بزرگتر از دور سرتون بشه گشاد میشه. حالا یه نکته هم در مورد این بگم، این که اگه شما نمیخواید حالا یقه رو ببافین، یقه اسکی دوست ندارید که یقه اسکی داشته باشین، میتونید این رو ببافین و در اینجا بهش دکمه اضافه کنید و پشت با دکمه میتونید این رو به دور گردنتون ببندین و اینم یه کار جالب و شیکی میشه. خب حالا برای وصل کردن این یقه به سه گوشمون ببینیم که به چه صورته. از این سمت من میشمارم، حالا برای من تعداد رج ها فرق میکنه، باید تعداد رجی که این سمت میمونه با این سمت هستش باید برابر باشه که میخوایم وصلش بکنید. حالا برای من 9 تا این سمت باید جا بندازم. 1 2 3 4 5 6 7 8 روی خونه نهم من یه دونه سوزن میزنم، یعنی روی پای کوتاه خونه نهم. از این ورم همینطور 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اینجا میشه. اینجا هم یه دونه سوزن میزنم که میخوام بدوزم به این صورت. حالا شروع میکنیم کارمون رو بر میگردونیم و دوخت رو از پشت کار شروع میکنیم. خب حالا به این صورت از این وسط زنجیره‌ای که برای همین حلقه کروکودیلیمون بود شروع میکنیم به دوختن. تک تک زنجیره ها رو به زنجیره روبرویی به این صورت میدوزیم. پس تا انتها دوخت رو به همین ترتیب ادامه بدیم. ببینید دوستای گلم، زنجیره به زنجیره این بر زنجیره هایی که این سمت هست با این سمت رو با هم میدوزیم. قشنگ مرتب همه رو میگیرید که بافتی باز نمونه. با حوصله این کار رو انجام بدین. تا آخر به همین ترتیب ادامه بدین. خب من به انتهای دوختم رسیدم. تو اینجا دوختم رو به اتمام رسوندم و اینکه نخ رو کورش میکنم و قیچی میزنم. خب تو اینجای کار ببینید کار به این صورت برعکس هستش و همین سمت برمیگردونیم. ببینید دوختمون به این شکل شد. برمیگردونیم کار رو و از اینجا میایم لب به لب میگیریم و حالا از این ور که نخ اضافه داریم میگیریم که نخ رو بتونیم پنهونش کنیم تو بافتمون. خب من این کار رو میام با قلاب کوچیکتر باریکتر انجام میدم. قلاب رو داخل زنجیره اول این بافتمون میذاریم و اینکه نخ رو میگیریم و از داخل این حلقات در میاریم.
و شروع میکنیم به زدن پایه بست. یه زنجیر اولش میزنیم و دونه دونه زنجیره ها رو میگیریم، دونه اول، دونه بعدی میگیریم و یه پایه بست میزنیم. حالا من الان این نخا رو اضافه ها رو میگیرم از اینجا که مزاحم کارمون نباشه. دوباره دومی زنجیره بعدی و پایه بست. به همین صورت تا انتها این کار رو انجام میدیم. پایه بست میزنید. ببینید از نزدیک، ببینید این زنجیره رو با زنجیره پشتش با هم میگیرید و رد میکنید. به این صورت میگیریم و پایه بست میزنیم. دونه به دونه زنجیره های این ور با زنجیره های پشتی و حواستون باشه که دوتا رو با هم دیگه یکی نکنید که تو آخر کار زنجیر کم بیاری. زنجیرها تعدادشون هم اندازه است و باید دونه دونه با هم دیگه گرفته بشن. یا دو طرف رو با قلاب انجام بدین یا با سوزن جفتش انجام بدید یا مثل من ترکیبی کار انجام بدین. ببینید یه همچین بافت تمیز و خوبی رو بهتون میده. تا انتها همینجور ببافید. خب به انتهای بافتم رسیدم. آخری حلقم رو هم زدم و یه دونه زنجیره میزنم و نخم رو قیچی میکنم. حالا این نخ اضافه رو میتونید تو لای این بافتتون یه بار دیگه انجام میدیم که بعد قیچیش بزنید. خب حالا بافت رو برمیگردونیم. ببینید این شد بافت من. اینم شد یقه من. حالا این یقه رو اینجوری برمیگردونید، میاد روی کارتون، میشه یقه اسکیتون. ببینید چقدر قشنگ شد. به همین راحتی توی 2 روز، کسایی هم که حالا وقت بیشتری دارن میتونن توی 1 روز یه همچین یقه، حالا یقه اسکی یا یقه سگوش یا وارمر، بالاخره هر چی که میتونید اسمشو بذارین میتونید ببافید. بچه خیلی شیک و خوشگل میشه، حتما ببافیدش. حالا من اگه ایشالا بشه میخوام ساق دست و پاپوشش رو هم آموزشش رو بذارم و بتونید با اینا ستش بکنید. حتما هم اینو استفاده بکنید، هم ساق دستش و هم پاپوشش و بعد هرچی هم که به نظرتون میاد که دوست دارید من آموزشش رو بذارم براتون، دوست دارید آموزشش رو ببینید، حتما توی دایرکت برای من یا تو کامنت ها برای من بنویسید، بگید تا بتونم آموزشش رو براتون بذارم. خیلی دوستتون دارم، خوشحالم که تونستم این آموزش رو هم براتون به خوبی بذارم و امیدوارم که خوشتون اومده باشه از این آموزش، لذت برده باشین. همتون رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. خدا نگهدار.